با سلام گرم بر یکایکتان دوستان خوبی، من شعله گلخوجه هستم. همه روز ساعت 10 با وقت پراگ، ساعت 12 با وقت مسکو و 14 با وقت دوشنبه در خدمت شما با خبرهای تازه. تشکر میگم که دائم ما را تماشا میکنید. من در نوبت خود تلاش میکنم با سوالهای شما پاسخ بدم. رئیس کارهای داخلی دوشنبه از بازداشت یک جوانزن 32 ساله خبر میدهد. دستگیر شده به آن متهم می شود که مادرش را با کارد مجروح نموده است. مقامات انتظامی حادثه مذکور را بعد رسانه‌ای شدن یک نوار ویدیویی آشکار کردند. در این نوار که در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های تیز و تند را به بار آورد، زن سالخورده زخمی شکایت میکند که دو دخترش به خاطر صاحب شدن منزل او نقشه کشتارش را کشیدند. ریاست کارهای داخلی میگوید ضمن سنجش معین کرده شد که 24 نوامبر ضمن مناقشه اویلوی خاصیت عزیز و مادر 50 ساله خود مایره عزیز و را در منزل استقامتیشان با کارد آشخانگی ضربه میزند. حالا جبردیده در بیمارخانه است. بانک اوراسیایی رشد در گزارش خود میگوید محدودیت برق در تاجیکستان به اقتصادیات این کشور تاثیر منفی میرساند. مؤلفان گزارش نوشتند که کمبود دوامدار برق در تاجیکستان در شرایطی است که این دولت ذخیره‌های بزرگ انرژتیکی دارد. ساکنان تاجیکستان بیش از یک ماه اینجوری با محدودیت نیروی برق میگیرند. در این برابر صاحبکاران تاجیک از آن شکایت میکنند که برقکشی پیوسته فعالیت آنها را مشکل کرده برایشان ضرر کلان میرساند. در حالی که مسئولان شرکت برق تاجیک بیش از یک ماه باز محدودیت نیروی برق را به تعمیر دستگاه و زیرستگاه ها ربط میدهند، معاون سروزیر تاجیکستان سبب آن را کم بودن آب در آب انبارها و زیاد بودن اهالی تاجیکستان نامیده است. عثمان علی عثمانزاده روز 2 دکامبر در جلسه در خطلان گفته است اهالی زیاد است و از معیار زیاد استفاده نمودن نیروی برق احتیاج را به نیروی برق پیش آورد. ماه ایول امسال شرکت برق تاجیک از کمبود آب در دریای وخش خبر داده بود. سلسله نیروگاه ها در رود وخش از تولید کننده های اصلی نیروی برق در کشورند. نیروگاه برق آبی روغون هم به آن داخل می شود. شرکت آن زمان فروش برق را به کشورهای همسایه موقتا منع کرد. با این همه خبرگزاری اوستا می نویسد که در 10 ماه سال جاری تاجیکستان از فروش برق به کشورهای همسایه بیش از 50 میلیون دلار به دست آورده است که نسبت سال گذشته 43% کمتر است. گفته می شود نیروی برق به ازبکستان و افغانستان و قرقیزستان صادرات شده است. رادیو آزادی به شرکت برق تاجیک مکتوب فرستاده است تا معلومات بدهند که چرا محدودیت برق در کشور وجود دارد و کی این مشکلات رفع می شود. فعلا ما انتظار پاسخ این نهاد هستیم تا برای تفصیلات بدهیم. در روز دوشنبه 5 پایان شام 1 دکامبر صدمه مدهش رخ داده است. ساکن 21 ساله نویه جیهون با ماشینش اوپل زفیر به خودروی دیونکس ساکن 33 ساله همین نویه برمیخورد. در نتیجه هر دو راننده و همه مسافران ماشین ها که 5 نفر از یک عائله بودند با جراحت ها به بیمارستان انتقال داده شدند. دیرتر یکی از این مسافران همراه 2 فرزند نابالغش در بیمارستان به هلاکت میرسد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 2 دکامبر در جلسه آنلاینی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی از تاجیکستان برای به گفته‌اش سهم در پیشگیری از تهدیدهای کشورهای همسایه از جمله قاچاق مواد مخدر و تروریستان ستایش کرد. او گفت روسیه و تاجیکستان در آینده نیز همراه با استفاده از امکانات‌های ساختار نظامی که در قلمرو تاجیکستان است برای مقابله با این تهدیدها عمل خواهند کرد. پرزیدنت تاجیکستان در سخنرانی خود به ضرورت چاره‌های علاوه‌ای در مرز با افغانستان تاکید کرده است. او با اشاره به خشونت‌های افزاینده در کشور همسایه گفت از تحولات این کشور با نگرانی پیگیری می‌کنیم. این چنین رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2020 را سال افزایش بی‌سابقه خطر و تهدیدها نامید و افزود بیماری کرونا ویروس باعث به بالاروی بیکاری و تهدید به امنیت غذا می‌شود. رهبری دوره‌ای سپاه در سال 2021 به تاجیکستان گذشت. دیروز یک ملاقات آنلاینی وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو پیمان ناتو به پایان رسید که در آن راههای اصلاحات این پیمان و مطابقت آن با تهدیدهای نو به مثل روسیه و چین بررسی شدند. مسئله دیگری کلیدی در این نشست سرنوشت حضور سربازان پیمان ناتو در افغانستان بود.
در همین حال حکومت افغانستان و طالبان بنبست یک ماهه را برطرف نموده در مسئله شرایط پیشبرد گفت و شنود صلح به موافقت رسیدند. روز 2 دکبر جانب‌ها اعلان کردند که مذاکرات بیشتر به مسائل جزئی و به ویژه ارزیابی آتش بس تمرکز خواهد کرد. نمایندگان هیئت مذاکره کننده حکومت و طالبان در این باره در شبکه توییتر معلومات دادند. مذاکرات صلح حکومت و طالبان افغان چند ماه این جانب در شهر دوحه قطر ادامه دارد. در دوشنبه ساختمان روی 8 رخه‌ای که پایتخت را با نویه رودکی می‌پیوندد آغاز شده است. این را با 20 میلیون دلار گرانت و قرض به بازگشت حکومت هندوستان بنیاد می‌شود. توافق در این زمینه میان دو کشور هنوز سال 2018 حاصل شده بود. در مراسم شروع کارهای ساختمانی 1 دکبر سفیر هندوستان ویراج سینگ اشتراک کرده است. طبق معلومات آژانسی امور تاجیکستان در 10 ماه سال جاری هندوستان به مبلغ بیش از 3 میلیون دلار کمک بشری رسانده است. مبادله مال و کالا میان این دو دولت تا اکتبر امسال حدود 26 میلیون دلار را تشکیل داده است که در نسبت سال گذشته 20% زیادتر می باشد. در تاجیکستان بیکار کردن انداز از استفاده برندگان راههای ماشینگرد باری دیگر به تاخیر افتاد، این دفعه تا آخر سال 2021. این هم در حالی است که قرار بود این نوع انداز از 1 ژانویه سال آینده از بین برده شود. معاون وزیر مالیه تاجیکستان دیروز در جلسه پارلمانی گفت اگر انداز از استفاده برندگان راههای ماشینگرد طبق نقشه بیکار شود، بودجه کشور از واردات نزدیک 600 میلیون سومانی مبلغ محروم می‌گردد. این بار چندم است که تاجیکستان زمان بیکار کردن انداز مذکور را به تأخیر می‌اندازد. مقامات هنوز در سال 2012 هنگام قبول کردن کودکس نوی انداز وعده داده بودند که از سال 2015 نصف و از سال 2017 این نوی انداز را بنابر عادلانه نبودنش کاملا بیکار میکنند. درآمدی که دولت از این انداز میگیرد عملا باید برای تعمیر و ساختمان راههای نوی اتومبیلگرد صرف شود. ولی در گذشته اخوان‌های تاجیک گفته بودند که چون خراجات بودجه تاجیکستان برای پرداخت فائز و قرض خارجی زیاد است، ظاهراً برای همین مقامات بیکار کردن این نوع انداز را کشال می‌دهند. امریکا با اشاره به معامله چین با اقلیت‌های مسلمان چین و از جمله اویغورها فشار بالای جمهوری مردمی را بیشتر کرد. خب اداره گمرک و حفظ مرزهای آمریکا روز 2 دکبر اظهار نمود که واردات محصولات پخته از یک شرکت بزرگ نیمه نظامی را منع می‌کند. شرکت XPCC که در ولایت شینجیانگ قرار دارد 30% محصولات پخته چین و 6% محصولات پخته روی عالم را تولید می‌کند. ماموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ تصمیم گرفته است در هفته‌های اخیر حکومت دوریش فشار بالای جمهوری چین را افزایش بدهد. کنگره آمریکا پیشنویس طرحی را بررسی دارد که واردات هر گونه مال و کالا از ولایت شینجیانگ چین را منع می‌کند، زیرا در استان اینجا مهنت مجبوری استفاده می‌شود. خب حالا برای شما درباره جدول پروازهای چارتری میگویم بینندگان عزیز که از روسیه به تاجیکستان در نظر گرفته شده است. امروز شرکت سومون ایر 4 پرواز انجام می‌دهد، 3 تا از مسکو و 1 پرواز از سنت پترزبورگ به دوشنبه. فردا 4 دکبر 5 پرواز تحریزی گردیده است. مسافران امکان دارند با 3 پرواز از مسکو و پایتخت تاجیکستان بیایند. همچنین طریق 1 پروازی از سنت پترزبورگ و قزان خواهشمندان به دوشنبه انتقال داده می‌شوند. این جدول را آژانسی آویاسیون گراژدانی تاجیکستان پیشنهاد کرده است که تا 30 دکبر را در بر می‌گیرد. سفیر تاجیکستان در روسیه میگوید تا آن زمان که طلبات به بازگشت مهاجران به وطن است، پروازهای چارتری قطع نمی شود. ولی طوری به نظر می رسد حالا برعکس طلبگران رفتن به روسیه از تاجیکستان بیشتر است، چون این وضعیت از قبل پیش بینی شونده بود. اما متاسفانه رفتن تاجیکان به روسیه به مراتب مشکل تر است، هرچند شرکت اورالسکی آویالینی از تاجیکستان به روسیه هفته 11 پرواز چارتری عملی می کند، ولی با این هواپیماها شهروندان روسیه و تنها آنهایی که برای رفتن سبب دارند سفر کرده می توانند. یک بار به سوال شما عزیزان که کی پروازهای دومی برقرار و مرز شده می شوند یک جواب می دهم که فعلا معلوم نیست و اگر معلوم شد ما حتما برای شما خبر می دیم. ضمناً برخی از بینندگان ما در زیر پخش مستقیم برنامه نوشتند که گویا امروز پرواز چارتری طریق خطسر دوشنبه مینسک به تاخیر افتاد. ما با شرکت سومون ایر مراجعت کردیم ولی آنها گفتند که پرواز از روی نقشه امروز انجام شد. از همین خاطر دوستان عزیز از همه شما خواهش میکنیم که وقتی نوشتن
комент дигаронро ба гумроҳӣ набаред ва ҳарфҳои беасос нанависед. Дуввум ин ки бархе аз шумо хоҳиш кардед то нархи билети парвоз аз Душанбе ба Минскро бароятон бигӯем. Билети парвоз барои ин хат сайр 495 евро муқаррар шудааст. дӯстон, дар бозорҳои Тоҷикистон нархи қаламфур нисбати ҳамин давраи соли гузашта тақрибан 5 маротиба баланд шудааст. Тоҷирон мегӯянд афзоиши талабот нархи қаламфурро боло бурдааст. Онҳо гуфтанд сокинон бо ин сабзавот иммунитет ва ё худ масъулияти худро қавӣ мекунанд. Агар соли гузашта нархи 1 кило қаламфур то 5 сомонӣ буд, имсол тақрибан 30 сомониро ташкил медиҳад. Феълан дар Тоҷикистон ҷамъоварии ҳосили қаламфур ба поён расидааст. Дар баробари ин сабзавот нархи дигар маҳсулот низ дар кишвар рӯ ба болост. Баъзе аз сокинон мегӯянд дар шароити пандемияи коронавирус даромадҳояшон кам шуда, нархҳо дар бозорҳо баръакс гарон шуданд ва зӯрашон ба хариди на ҳамаи маҳсулот мерасад. Мақомот ҳамвора ба таъсири берунӣ будани ин ҳолат таъкид мекунанд. Таҳлилгарон роҳи ҳалли ин масъаларо дар беҳтар намудани шароити кори соҳибкорон ва афзоишу дуруст баромондани истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ мебинанд. ва дар вилояти Москав як зани тоҷикро ба куштори духтари навзодаш муттаҳам мекунанд. Тибқи иттилои пешакии тафтишот 28 ноябр дар як хонаи иҷораи шаҳри Митиши ҷасади навзодиро пайдо намуданд. Ташхис муайян кардааст ки тифл аз осиби майнаи сар фавтидааст. Комсомольская правда менависад, модари навзод зани тоҷики 30 солаест ки барои аз хешовандон пинҳон кардани ҳомиладориаш аз алоқаи беникоҳ моҳи сентябри соли ҷорӣ ба Русия омадааст. Ӯ дар хонаи иҷораи наздиконаш бо истифода аз набуданашон кӯдакро таваллуд мекунад. Ин зан иқрор шудааст ки навзодро намехост. ҳоло зан дар боздошт аст ва тибқи қонунгузории Русия ба ӯ то 6 соли зиндон таҳдид мекунад. خب دوستان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت به قرب اسعار خارجی توجه کنید که امروزه از سوی بانک ملی تاجیکستان معین می شود. امروز نرخ 1000 روبل روسی 148 سومانی و 30 درهم ارزش دارد. این نرخ نسبت روز گذشته 30 درهم زیادتر است. قرب $1 11 سومانی و 30 درهم و 1 یورو کمی بیش از 13 سومانی است، یعنی 13 سومانی و 62 درهم. با سپاس از یکی شما عزیزان برای همراهی. این چند خبر تازه بود که من خواستم در این ساعت برای شما بگم. البته روز نواغاز شد، خبرهای بیشتر از این رو داریم در برنامه خبری 3 ساعت پس تقدیم شما می شود. ما رو همراهی کنید. روزی با قرار داشته باشید و خدا نگهدارتان.